салому алайкум бародарони азиз. Ина мо қарор додам дар шаҳри бухтар ва бозори хоҷишариф. Молам бисёр дуромади рӯз, молои хуб савдо шидам. Ина ғунаҷини нозоида барои мол кардан. Ира чанд гуфти ака? 12,000 мега муомила дора. Бозор чӣ пирсӣ? 10,800 пирсида шудааст. беҳтарин мола. Моли дарози шулу. Касе ки мол кунад барои мол кардан рақамои телефон табдил агар каси харидорӣ менад. این مدرک رقمات تلفن شنم نخه اگر کسی در مخبول شید در این نوار کردگی ما تماشا کنه گفت گپا همین حساب کانال خودمون یافته میتیم مال سویچ سیاه غنجینی نازاییده این تماشا کنید کفاش هم همیشه پاچه بلند خشلوه داره ایش زایدگی ای نازاییده که ایش هم نازاییده غنجینی است غنجینی رسیدگی برای مول کردن برای باقیدن بهترین موله ایش سوشا گرفتگیه 4 تا دندان کلان داره برای باقیدن کورپوسش هم بهترینه درازی در درازه ایشا چند گفتی 15,000 معامله داره بازار چی پرسی 13,200 مول گفتی یا پا ابیام نی موله کسی خریداری کرده میشه همین کانال ما میشه نمره تلفن 917 38 98 78 میتونه که به همین رقم رو هم زنگ بزنه آدم بزرگی یافت کردنش آسانه غنجین نوزخه کانال ما اوی با غنجین اوی نوزاییده غنجین برای مول کردن برای باقیدن این غنجین برای مول کردن هم خوبه کل غنجین سورت کلم رنگ مالی ترقیق داره مالی خوب میبره چپل به دستی 12,000 بازار چی پرسی 10,000 بازار پرسیده است معامله خوب داره نه حوض قفای مولا نوار منی قفاش هم شده است برای مول کردن همیشه برای باقیدن بهتره مول دنبلک چند دستی برادر چند سومه 11,000 معامله داره بازار چی پرسی 10,800 هر 11,000 هم پرسیدن این مول برای کشتن هم میشه برای باقیدن هم میشه کمتر داره برای باقیدن کفای مول بون آورد سیاه‌گوشتکی خشلا برای کمتر دیگه اگر ما باقی اگر بهترین مول میشه برای باقیدن فیوره دازی مولا که غاز خشلا گوشت هم گوشت بهتر میره مولا غنجین نازاییدن مولا خوب میشه قریب سوداشون 30,000 چند سنه پوش کرده 30,000 کایزه پوش گفتن یا چی سوداشون سه تا این هر سه شد اکا غنجین چمپو 11,000 گفته است بازار چی پرسیده که بازار 10,000 پرسید مالی فر بیده که شروع برای کشتن هم میشه مال نرخوی دسترس قیمت هم نیست غنجین نازاییده درازی در دراز چپل گفتی اکا 13,000 میگه معامله داره بازار چی پرسی 12,700 12,800 پرسیده است بهترین مولا برای مول کردن کسی مول کنه مولا که خشروب است پوچه بلند فیگور همش خشروب فیگور نیمو وقتی بردار کردنش کسی مول کنه برای بردار کردن چپلق نجونه 12,000 معامله داره بازار چی پرسی 95 97 95 نیم بازار پرسیده است معامله داره با یگان چی غنجینه که 95 نداده خلاصه که 10 پایان معامله داره یگان چی کامیرا کامera 11,000
11,500 میگه. بازار 10,000 پرسیده است. غنجینک برای مول کردنم کفش هم شروع بیاست. 10,000 سنک شدن با چکاک شروع داره. 10,000 کرده است نداده است. غنجین چند پلاکه؟ چند گفتی؟ 9,000 غنجینک یا شک برای مول کردن. کسی که مول کنه برای مول کردن هر 10,500 17,500 این یا پر بدستن. کسی یک جای خریداری کنه بهترین موله برای مول کردن هم هر دوش غنجینک های بهترین. غنجین چند پا؟ 9,000 معامله داره. بازار چی پرسیده است؟ 8,000 کردن. غنجینک هم غنجینک قفوش شروع بوده است برای مول کردن. مال یا شکر کسی که مول کنه برای مول کردن بهترین موله و برای مول کردن هم میشه، برای بخیدن هم میشه. از گرم هوا مول یا شکر هم بخی میشه. برای بخیدن هم چند سیاه گوشتک بوده است. یک گوی جیشو چند سال داشتی دکایی؟ 18 میگه. 18 میگه. گوی خوبه جوشیدنش را بزرگ جوشیده. نه حسینش همین جوشیدگیش خطی. گوسالش غنجینه یا بخچه؟ غنجینه دوش است تاتش نوزویدگی. گوه جوشیدن. هم صاحب جوشیدگیش سینش کم تا پس شیدگیه. گوچه خوبی دست نکی. 18 میگه معامله میگه. بازار چی پرسیده که؟ بازار یگان نرخ کرد؟ بازار توقع توقع پرسیده میشه. یا جای کسی خریده باشه معامله میکنه.